Do you know who this آیا is? میدونید این کیست؟ Of course not. البته که نه. It's my uncle. این عمک من است. And do و you know who this آیا is? میدونید اینش کیست؟ Neither do I. من هم نمیدونم. I work for من the در human بخش شعبه resources کادرهای department شرکت at a مهندسی local محلی engineering کار firm. میکنم. I also علاوه بر just این applied به for یکی از another بونوس‌ترین job at a far شرکت ها more برای کار به prestigious مصاحبه دعوت شده بودم. In that interview, من I خیلی was دلپر pretty بودم که confident بعد in the مصاحبه job. به کار قبول کرده I knew میشوم. من exactly خیلی how خوب this میدونستم process که آنها از من worked, چی so میخواهند usually on the و من other به side of the طلبات table آنها were جوابگو interviewing بودم. candidates just like myself at my current firm. The interviewers بعد told از me مصاحبه that I مصاحب به من گفت که and one تنها other دو نامزد individual سزاوار به were این the کار strongest قبول کرده candidates. شده است که یکی از آنها باید انتخاب کرده شود. I'm pretty sure I'll beat him بدون out. شک و شبهه من میدونستم که یک Not نفر من only بودم، because I killed the interview, تنها و به but همتا. because I also have my ways. Every هر night شب before I پیش از خواب sleep, رفتن I try to read من a few کوشش pages میکنم from که the از حیات biography of the رسول Prophet اکرم یک چند Muhammad. صحیفه هم باشد I've مطالعه always کنم. found his life و درس‌های هر fascinating. هفته‌ای که درباره In fact, زندگی before I got پیامبر busy بود with work, I اشتراک used to میکردم. attend weekly classes احساس about his میکردم life, گویا and it او used to زنده feel like it است was as و if he زندگی was in مرا front of me راهنمایی teaching me میکند. how to live. حتی اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند من او را جزا میدهم. از خدا بترسید و بین فرزندانتان عدالت کنید. 7 گروهی که پروردگار آنها را زیر سایه عرش خود در روز قیامت جای میدهد، یکمی آنها رهبر عادل است. من الان به یاد آوردم اون نفری بود که سال گذشته برای کار به شرکت ما مراجعت کرده بود. من میدونستم که او سزاوار جای کار بود. من میدونستم که باید او را انتخاب کنم. اما این را نادیده گرفتم و دوست خود را که در یک دانشگاه با هم تحصیل میکردیم او را انتخاب کردم. در حالی که او کمتر سزاوار این جای کار بود. این رقم دیگر وجود ندارد. چطور باید آن نفر را پیدا کنم؟ امیدوارم که او جای زیستش را عوض نکرده باشد. خدایا مرا یاری کن تا او را پیدا کنم. خدایا این بنده گناهکار را برای ناعدالتیش ببخش. من حالت او را فهمیده نمیتوانستم تا حالی که به مشکلی آن شخص در حیاتم روبرو نشوم. او مرا در اول نشناخت، اما من به یادش آوردم که بودنم را. من از او بخشش پرسیدم و پیشنهاد کردم که اگر باری دیگر به جای کار میل داشته باشد او را به جان و دل قبول خواهم کرد. بعد از لحظه خاموشی او از من پرسید چرا الان؟ چرا بعد اینقدر مدت؟ به خاطر پیامبر خدا. ما باید حیات او را بخوانیم و خود را با گفته های او بسنجیم. بخوانیم که درباره عدالت او چطور اسامه ابن زید برای یکی از زنان صاحب مرتبه نزد پیامبر خدا آمد و رسول اکرم به او گفت حتی فاطمه دختر محمد دزدی کند جزای او را خواهم داد. ما باید به گفته های او گوش اندازیم تا اینکه به خانواده خود، یار و دوستان و حتی خودمان عادلانه برخورد کنیم. همه شما فرزندان آدم هستید و آدم از خاک است. نه انسان سیاه پوست بالای سفید پوست برتری دارد و نه ثروتمند بالای کمبغل مگر آن کسی که خدا ترسیش زیاد است. امکیم به من زنگ زد و خواهش دعاخوری به من را کرد. او مدیر کارخانه است که من برای کار به آنجا با مصاحبه دعوت کرده شده بودم. من در هیجان ماندم هنگامی که عمکم به من گفت که او نامزد دوم را به جای کار قبول کرد چون که او سزاوارتر از من بود. او به من گفت که چطور به او دشوار بود تا این کار را انجام دهد در حالی که من جیان او بودم، اما او را عدالت مجبور کرد تا این کار را انجام دهد. من خیلی فخر کردم با این رفتار عمکم.
پیامبر ما به ما آموزانده است که هر شخص حق دارد، حق برابرانه برای فرصت‌ها و برای خوشبخت زندگی کردن در دنیا و آخرت. رسول خدا، تو هیچ کس را به خطاکاری راه ندادی و هیچ کس را نگذاشتی که گمراه کرده شود. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي